حالا بلند پرتاب میکنه به روی دروازه. پرتاب از هر نقطه زمین بلند، عجب پرتابی. حالا میفرسته توپ رو تند و تیز به روی دروازه. چه ارسالی به چه ضربه سری. حالا میاد توپ رو شلیکوار میفرسته روی دروازه و خوب جمع میکنه. باز هم خود نادر محمدی. توپ رو خواهد فرستاد نادر محمدی، این بار با ارتفاع بلند. پشت محمدی جنی فرصت برای شوت زنی هست، تیر دروازه یه بار دیگه در برگشت. مجید عیدی و ابراهیم سالی زمینه که نادر محمدی از همینجا میخواد پرتو بلندش رو میاد به داخل محوطه جریمه. از